العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بشنونا جانم فدای قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن این کلامی الهی باشد صدای قرآن این باشد صدای قرآن درس کی درس دین است شیرین و دلنشین است درس کی درس دین است شیرین و دلنشین است ما در دین اسلامیم هم صاحب ایمانیم ما در دین اسلامیم هم صاحب ایمانیم هم دوستدار قرآنیم بیا قرآن بخوانیم هم دوستدار قرآنیم بیا قرآن بخوانیم گر ما بخواندیم قرآن از دوزخ یابیم امان سستی و کنجور جان در دست بگیر تو قرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. اولا میتونی برادر تبریک و تهنیت میگوییم شاداماد برادر عزیز ما نسیم جان و پدر شهر نعمان جان و پدر خواهر ما عروسه پدرشان حاجی عبدالحلیم خداوند این توی مبارک بگرداند و شهر عروسه عمری دراز به صحت توفیق هدایت فرزندهای صالح صالحه عالم عالمه و عابد عابده نصیبشان بگرداند و بخت و سعادت نصیب شهر عروس بگرداند و الله ذوالجلال همه برادرانی که بیزن هستند صاحب زنهای صالحه بگرداند و خواهرانی که شوهر هستند خداوند صاحب شوهرهای صالح و عالم و عابد نصیب روزی بگرداند. حضرت عبدالله
ابن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حدیث بیان میکنند که پیامبر خدا فرمود الدنیا متاع و خیر متاعها مرأة صالحه. دنیا خود متاع است، یعنی دنیا همه دنیا خواه پوشیدنی است، خواه نوشیدنی است، خواه سوار شدنی است، خواه خوردن است، خواه خوابیدن است، یعنی همه دنیا متاع است، کلاه است. و از بین همه دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد که و خیر متاعها مرأة صالحه، بهترین متاع دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که چی است؟ مرأة صالحه، یعنی زن خوب است. زن خوب، زن صالحه بهترین متاع دنیا است. یعنی اگر امروز در این زمان ما اگر کسی را پرسند که بهترین متاع دنیا چی هست، شاید که بعضی بگن ماشین دوستدار باشه، میگه ماشینی از همه قیمت و بهترین. اگر به شرط منصب دوستدار باشد میگه یک وظیفه بلند داشتم که همه در اطاعت. اگر کم بغل باشه میگه بهترین متاع دنیا پولی زیاد است که در هر کجا برای کار تمام است. اگر رنجور باشد میگه بهترین متاع دنیا تن صحت است. بین هر کسی هر چیزی بها میدهد، اما بها دادن هر کس، ما با بها دادن هر کسی حاجت ضرورت نداریم. حاجت ضرورت ما همین است که معلم بشریت محمد صلی الله علیه و سلم چی جواب میدهد و معلم بشریت جواب میدهد که خیر متاعها مرأة صالحه، بهترین متاع دنیا زن صالحه است. زنی هست که با طاعت عبادت باشد و نماز خوان باشد و قرآن خوان باشد و اطاعت شوهر میکردگی باشد و زنی که از او فرزندهای خوب مسلمان به دنیا بیاید. و بزرگای خدا میگفتند قصر زرین بی زنی خوب کلبه ویرانه است. اگر یک قصر طلایی که داشته باشی، زنی خوب نداشته باشی، یک کلبه ویرانه است. قصر زرین بی زنی خوب کلبه ویرانه است. در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. بخت مرد در زندگانی او زن است. هر کی فکری زن ندارد از خیرت بیگانه است. کسی فکری زن گرفتن نداشته باشد میگه از عقل خیرت بیگانه است. یعنی زن گرفتن، نکاح کردن هم به آیه کریمه ثابت است و هم به احادیث گهرباری رسول الله صلی الله علیه و سلم. خداوند در قرآن امر میکند فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کنید اون زنهایی که حلال هستند برای شما، اون زنهایی که پسندیده هستند برای شما. یعنی ما طاب لکم مطلق نیامد است که هر کی آمد گرفتن بگیره، نه، همون زنی را بگیره که خداوند میگه پسندیده برای شما هست. همون زنی که دین داشته باشد. زنی که دین نداشته باشد شریعت گرفتن او را منع میکند. اگر دین نداشته باشد، اگر متریالیست باشد، اگر دهری باشد یا دینی داشته باشد که دینش از کتابا بیرون باشد، بی کتاب باشد، اینها را نکاحشان دین منع کرده است. چون که زن کسی هست که در زندگی همراه مرد است، همراه مرد است و همراه مرد است و از نسل اینها، از نسل این زن و مرد باز شخصانی به دنیا می آیند، انسان‌های به دنیا می آیند که آنها کار جامعه را پیش میبرند.
این چی است که یک عائله در دین اسلام پیدا شدن و همه خاطر خوشنودی و خرسندی است که در دین مبین اسلام یک عائله نو زن میشود پیدا میشود و از نسل اینها مسلمان زاده ها به دنیا میآیند. پس ببین خداوند امر کرد که فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کنید زنهایی که حلال هستند برای شما، پسندیده هستند برای شما. و حبیب خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیثی که هر بار بیان میکند که تناکحوا تکاثروا توالدوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه. پیامبر امر میکند که نکاح کنید تناکحوا تکاثروا، نسل مسلمان زیاد کنید، توالدوا، زنهای بگیرید که تولد زیاد داشته باشند. تناکحوا تکاثروا توالدوا. پیامبر چی گفت؟ من و بسیاری امتان خرسند میشم، فخر میکنم، شاد میشم. و این اباهی بکم الامم یوم القیامه، روز قیامت و بسیاری امتان خشنود میشم. یعنی هر چقدر که امت اسلامی در کره زمین زیاد باشد همون قدر خیر و برکت است. و چه خاطر دین مبین اسلام مردم چی است؟ از چاه به راه دعوت میکنند، مردم از گمراهی و سوی نور دعوت میکنند، مردم از نادانی و سوی علم دعوت میکنند. اولین آیه‌ای که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب خداوند وحی آمد به واسطه جبرئیل امر به خواندن بود. اولین آیه‌ای که بر حبیب خودش خداوند فرستاد امر به خواندن بود. اقرا، بخوان. یعنی دین از ابتدا تا همه فقط امر میکند به خواندن، صاحب علم شدن و پیشرفت داشتن. همه وقت دین به این ما و شما را تاکید میکنه و البته که دیگر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم باز میفرماید النکاح سنتی، نکاح روش من است، سنت من است. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. هر کسی که از سنت من تجاوز کند، رو بگرداند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که از جمله امت من نیست. یعنی کسی که از سنت من رو بگرداند از امت من نیست. اگر رو گرداندن از سنت پیامبر چی است؟ همون سنت بودنش انکار میکنند و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیخواهد. پیامبر گفت که از امت من نیست. پس زن گرفتنم که از پیامبر صلی الله علیه و سلم که سنت داشت باید که همه مسلمان به عمل داشته باشند. اکنون ببینیم که هم به آیه قرآنی ثابت شد نکاح، هم به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شد، هم به قول مجتهدان و دیگر فقیها و بزرگان. اگر از اینجا حکمهاشون مجتهدا بیان کردن که در کدام حالت یعنی نکاح کردن فرض می شود و در کدام حالت سنت می شود. در حالت فرض می شود که انسان برای اون مرد چی است؟ خوف زنا باشد. مثلا جوان تنومند است و بقوت است، صبر طاقت ندارد، شهوت طغیانگر دارد، برای این خیل جوان نکاح فرض می شود. یعنی در گردنش فرض است که حتما زن بگیره نکاح کند تا که در حرام نافتد، در زنا نافتد. خب برای آنی که صبر و تحمل دارد برای او سنت است. پیامبر ان نکاح سنتی، نکاح سنت من است. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کسی از سنت من رو گرداند، تجاوز کند، امت من نیست. در این حالت چی است؟ نکاح کردن سنت است و عدل کردن میکند. زن چی است؟ خوراندن، پوشاندن، به خانه تامین کردن، تعلیم و تربیت کردن، این در گردن مرد است. البته معاویه بن حیدة رضی الله تعالی عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قلت پرسیدم که یا رسول الله ما حق احدنا زوجته علیه. هر یک نفری از مردها که ما صاحب زن میشیم همون زن به گردن ما چی حق ها دارد؟
حبیب خدا گفت ان تطعمها اذا طعمت. زن خورانیدنش وظیفه مرد است. طعامش به وقتی که خود طعام استفاده میکنه. اگه طعام دادن و معنای اینه که هر چی که یافتی او را وارد سیر کردن بگیری. مثل امروزه و دیگه هر چی یافت میارد نمیگه که استحصال بجوه بسم الله گفتن نگفتن چی از گرمی کلبسه بسیار دونش بگیری بعد آیندهش ناخوب میشود. یعنی از طعام حلال، از وجه حلال، از کسب حلال، از مهنت حلال طعامش بودی. برای چی؟ همه انسانیتی که با وجود میآیند از اثر لقمه هستند. همین لقمه ها را که انسان میخورد بعدا قوت میکنه و شهوت میکنه و بعد نسل آدمی از اثر لقمه هست. اگر لقمه از راه پاک باشد، از راه حلال باشد، او فرزند عالم میشود، صالح میشود، با تقوا میشود. لیکن لقمه اگر از وجه حرام باشد، از راه دزدی باشد، از راه حرام کرده های خدا حرام میخوردگی باشد، از کسب حرام باشد، در این صورت اون فرزند سرکش میشود، ناگهگیر میشود، مسلمان آزار میشود، از توفیق طاعت عبادت دور میشود وقتی که لقمه انسان ناپاک باشد. ولی در باب لقمه تربیه فرزند را بیان میکنن که امروزه در قانون دنیا 7 سالگی میگه، 7 سالگی مکتب برش، در 7 سالگی نویساندن خواندن یاد میگیره. قانونهای دنیوی همین خیلی است. اما شیخ الرئیس بو علی سینا را پرسیدن، گفت از روز تولد تعلیم و تربیت سر میشه، 7 سالگی نی، از روز تولد. یعنی تولد چی؟ باید که تعلیم و تربیت سر شود. کودک میده و گپ خوب و سخنهای و نوازش قطع تعلیم و تربیت سر شود. بو علی سینا میگن اویسه که در تمام دنیا شهرت افق جهانی دارد که الحمدلله که هم از مردم ما و شما است. تا این روز کتابش استفاده کرده است. تا این روز از حکمت‌های او حالی هم کشف کردگی نیستن، همه علمی او را. خداوند همین قدر علمی بلند شدگی است. او میگه از روز تولد قانون‌های امروزه ما میگه از 7 سالگی. دین مبین اسلام چی میگه؟ از چند سالگی باید تعلیم و تربیت کنی کودک؟ دین مبین اسلام میگه که نه 7 سالگی بود، نه 1 سالگی بود، نه روز تولدش فرزند و دنیا نه آمده باید که تعلیم و تربیت سر کنی. تولد نشده. یا چی گونه تولد نشده؟ تولد نشده علاقه پدر و مادر در لقمه احتیاط داشته باشند. در لقمه که لقمهشان از کسب حلال باشد، مهنت حلال باشد، از راه دزدی نباشد، از لقمه ناپاک نباشد و در دوران حاملگی علاقه همون مرد زن نماز داشته باشند، قرآن خوان باشند، تلاوت داشته باشند. انا همون چیز تأثیری همین طاعت عبادت و حلال رفتاری و حلال گفتاری و حلال خوری همین پدر و مادر علاقه در طفل اثر میکنند. در دوران حاملگی هم حتی که زن نماز تلاوت قرآن داشته باشه که تأثیر همون در حملش هست. ولی چند سال پیش یک گازیت خواندگی بودم، یک پیانینه نواز بود از سکر زمین روسا. پیانینه هم تری می نواخته است، هم تری ارتیست بوده است. زنش حامله دار بوده است. بعد میمره و مرده خیر. او دودک تولد نشده میمره. دودک 7 ساله 8 ساله میشود. همون موسیقی هایی که 7-8 سال پیش پدرش می‌نواخت به همش رو می‌نوازد. حیران شدم که چی گونه هستی؟ حالا که این در بطن مادر بوده است. یعنی در همون شکم مادر بودن هم قدر مادر گوش می‌انداخته است، همون ذوق و هوس قطعی همون را که همون در طفل تاثیر کردگی. طفل پدر ندیده است و موسیقی پدر می‌نوازد. این چی است تکرار؟ این است که اگر یا 5-6 سال پیش را در گرفته باشند، اسلام 1400 سال پیش خبر بودگی است که در دوران حاملگی مادر باید که تلاوت قرآن داشته باشد، نماز شب داشته باشد، خدمت شوهر داشته باشد، در خاندان جنگ و جنجال و کشمکش و سخنهای بلند نباشد که اثری همون در طفل میرسد. حتی که اگر جای جنجال باشد و صدای بلند باشد، علاقه در اعصاب همون طفل تاثیر میکنه.
اسلام میگه که پیش از تولد شدنش او را باید که تعلیم تربیت کنیم. خب حتی که این تجربه دیدیم، ولی میگه از 7 سالگی خوندن و نوشتن و تعلیم شدیم. خودم شخصا دیدم 5 ساله کودک حافظ کل قرآن، 5 ساله کل قرآن همون کودک 5 ساله از یاد میدونه. حتی نام صحیفه قرآن هم میگیره، میگه اون صحیفه‌اش فلان باید قصه بشه، فلان باید قصه بشه. این 7 سالگی 5 سالگی شده. از این معلوم میشه که از همون خوردیش علاقه تعلیم تربیت سر شود، این افضلتر و بهتر است. خب پیامبر گفت ان تطعمها اذا طعمت، این در باب طعام را کرد و تکسوها اذا اکتسیت. وقتی که من صاحب زن که شد، نسیم جان صاحب عروس که شد، نکاح که کرد، دیگر همسرش خرانیدنش در گردن شه است و کسوت پوشانیدن هم به گردن مرد است. یعنی وقتی که من نکاح کرد زن گرفت، پوشانیدن زن هم سر لباسش به گردن مرد است. سر لباس البته که سر لباسی تابستانه، سر لباسی زمستانه، لیکن سر لباسی که موافق قانون شریعت بشه، سر لباسی که مثلا غیر مسلمان ها میپوشند، شما برادرای عزیز مسلمان هستین، باب اجدادتان خودتان انشاءالله تا قیامت احتیاط داشته باشید که سر لباسی ما مسلمان ها از غیر مسلمان ها فرق میکند. زن مسلمان مستوره و محجوبه باشد، شرم داشته باشد، حیا داشته باشد. و شرم و حیا در کسی هست که ایمان دارد. الحیا من الایمان پیامبر میگن همین شرم و حیا در کسی هست که ایمان دارد. اگر آدم ایمان داشته باشد، شرم میکنه، حیا میکنه، عرق میکنه، پیش نگاه میکنه، همون ایمان است. لیکن ایمان که نباشه، شرم نیست، حیا نیست، برهنه هم که باشه، باکی ندارد، پروایی ندارد، داره ایمان داره نیست. ولی در کتابای ابتدایی میگفتن که اگر پرسن که پوست ایمان چیست، میگه جواب که شرم است. پوست ایمان شرم است. اگر هر چیزی که در دنیا باشه پوستش کنیم نیست میشود. اگر درخت بین نمیشه، اگر پوست کنیم درخت خاک میشود. اگر یک حیوان آدم باشه نمیشه، هم کم درکش پوست کنیم، اگر پوست گیری کسل میشه، جانش میبره، نیست میشود. پس ایمان پوستش چی است؟ شرم است. هر کسی که شرم حیا دارد ایمان دارد. خب و تکسوها اذا اکتسیت. حضرت شیخ سعدی میگفت از فاطمه زهرا که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. فاطمه زهرا جگرگوشه رسول الله که پیامبر میگفت الفاطمه تو بضعة منی، فاطمه یک پاره من از پیامبر میگفت. انا همون دختر رسول الله به همه زنها تا قیامت خطاب کرده است. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. فرمود خدا قول نبی نص کتاب است. از افضل طاعت همه حفظ حجاب است. یعنی ایره نه اگون ملا گفته است، نه اگون شیخ گفته است، نه اگون مفسر، بلکه چیست؟ فرمود خدا، قول نبی، خدا فرموده است، پیامبر فرموده است، نص کتاب است. از افضل طاعت همه حفظ حجاب است. پس در این باب باید که ما و شما احتیاط داشته باشیم. یکم خرانیدن، دویم پوشانیدن و سوم پیامبر چی گفت؟ سکنا به جای خواب تامین کردن. که مرد وظیفه مرد است که حق زنش همین است که زنش به جای خواب تامین کنه، یعنی به خانه تامین کردن وظیفه مرد است. و تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تحجب الا فی البیت. پیامبر در دوام گفت که در دوام حدیث ولا تضرب الوجه، زن در روش نزنید. یعنی زدن پیامبر منع کرده است. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که اون روز در باب تاریخ حضرت انس اگر داده که چگونه شخصیت بودن، حضرت انس 10 سال در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. میگه هرگز در مدت 10 سال ندیدم که یک خدمتگارش یک زنش پیامبر بزنه و نشنیدم که یک سخن قبیح به زن فرزندش پیامبر صلی الله علیه و آله کرد. یعنی پیامبر تاکید میکنه که ولا تضرب الوجه، نزنید. با فهموندن قطعی، فهموندی گفتی نه تنها آداب و اخلاق میگیره، بلکه کافر مسلمان بشه با فهموندن گفتن. همین تاریخ رو ببینیم، مردمی
ما و شما آسیایی‌ها قبل از اینا همش مجوسی بود، آتش پرست بود، نعوذ بالله. محرم خودش میگرفت، آتش خدا میگفت که مجوسی و اویستایی و مردک دختر خودش میگرفت، خواهر خودش میگرفت. یعنی تا بدبختی و گمراهی بود. دینی که از چهار کتاب دینی ده از یهودی و نصرانی ده بدتر است. خب همین ها مجوسی بودن، آتش پرست بودن، لیکن با آمدن اسلام، با درک کردن اسلام، با فهماندن که چنان علما و اولیاء الله و مفسران و مجتهدان از مردم فارس برآمد که 100 برابر از عرب را زیادتر. اکثر محدثایی که فقیهایی که در دنیا میگونیم هم را بکنید رفته ریشش به فارس رفته میرسند. امام بخاری را ببین، امام ترمذی را ببین، ابو داود را ببین، نسائی، هر کدام یک محمد حسین شیبانی همه را که نگاه کنید غیر عرب هستند. یعنی با فهموندن قطعی. خب ولا تدریب باشه، ولا تو قباحت نگو، هم برمیگه دشنام حقارت نکن. یعنی دشنام حقارت کردن و بلند صدا کردن نشانه بغیرتی مرد نیست، نشانه جاهل بودن هم است. مردی با غیرت قوی در خانه او مردی است که دختر بچهش ادب خوب دارد، دخترش مستوره و محجوبه است، دختر بچهش نمازخوان هستند، قرآنخوان هستند، آداب دارند، اخلاق دارند. اون مردی با غیرت و با ناموس گفته میشود، نه اینکه دشنام و حقارت بلند کنه و جنگ جنجال کنه. پیامبر گفت ولا تضرب باشه، ولا تقبح، ولا تهجر. قهر کردن هم پیامبر صلی الله علیه و آله منع کرد که با او قهری نکن الا فی البیت، مگر که در جای خواب اگر ضرورت شود. دیگر ضرورت باز حق زن به گردن مرد است که مرد همسرش باید که از علم شریعت با خبر بسازد، از حلال و حرام، از درست و نادرست، از جایز و ناجایز. او را باید بفهمونه که اگر از این تعلیمش نکنه فردا روز قیامت در نزد خدا جواب می‌دهد. و دیگر حق زن به گردن مرد این است که مرد باید که پدر عروس و مادر عروس یعنی خصال خوشتومنه و مثل پدر و مادر خودش احترام داشته باشه، خدمت کنه، دعای نیکشون بگیره. انشاءالله که خداوند اجری دنیا و آخرت پاداش بزرگ عطا میکنه اگر این حقها را به جا بیارد. البته که این حقها به جا آوردنش نیست که امروز در جامعه قدر طلاق زیاد است. اگر این حقها را ما به جا بیاریم انشاءالله که دنیا بلستان میشود. بیدین ها همه فرمان اسلام، همه اخلاق خوب و بینن دیندار میشوند. خداوند همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کنه و خداوند نسیم جان همراهی تازه عروسش عمر دراز و خیر و برکت و فرزندهای حافظ قرآن صالح نصیب کنه و خداوند همه ما و شما را توفیق و هدایت نصیب کنه و خداوند او بنده هایی که این مسجد آباد کردن و زیبا کردن و در خدمت هستند خداوند خدمتاشون قبول بفرماید و باز خدمت کردن در راه دین خداوند باز زیادتر نصیبشون میگرداند یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. هادي الأمم لشريعته.
أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته والليل دجا من وفرته جبريل أتاه ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شق القمر بإشارته صل على محمد صلوات محمد صل على محمد صلوات محمد صل على محمد صلوات مرتب بجنات بديدن محمد مرتب بجنات بدیدن محمد ما مصطفی ندیدیم نام خوبش شنیدیم